گاهی برای دیدن یک منظره باید کیلومترها از شهرها دور شوی. ولسوالی خواهان از جمله ولسوالی است که بسیار دشت‌های فراخ و کلان داره، اما عمده‌ترین مشکل از میان کوهها، دره‌ها و جاده‌هایی که هر لحظه شگفتی تازه‌ای پیش رویت می‌گذارند. امروز در ادامه سفرمان به خواهان درواز رسیدیم. سرزمینی که طبیعت با تمام زیباییش خود نمایی میکند. مقصد ما آبشار سفیداب است، یکی از زیباترین آبشارهای بدخشان. این فقط یک سفر نیست، روایتی است از زیبایی هایی که کمتر کسی فرصت دیدنشان را پیدا میکند. پس تا پایان این مسیر همراه ما بمانید. دریای امور در سابق رود جیهون میگفتن، بخاطر جیهون چی ماند و پرسی بسیار عمیق و ما حساب دیوانه مانا میتنه، یعنی مجنون و دیوانه دیگه، از بس که تقیانی از یاو دریای امور زیاد است و مثل از این جایی که دیدین با نام شکل ایره رود جیهون میگفتن که پسان باز رود امور شد نامش. ادامه سفر من را از جلو به سوی مرکز شهرستان خواهان میبرد. سرزمینی که در آغوش کوههای بدخشان و در کنار رود همیشه خروشان 5 آرام گرفته است. آن سوی این رود تاجیکستان قرار دارد و این سوی آن خواهان، جایی که طبیعت مرزها را به زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیده است. در این قسمت با هم قدم به قدم این مسیر تماشایی را دنبال میکنیم تا به یکی از زیباترین آبشارهای بدخشان، آبشار سفیداب برسیم. رودی که در کنار ما جریان دارد رود 5 است، یکی از مهمترین و تاریخی ترین رودهای این منطقه. سالهاست که این رود مرز طبیعی میان افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است. درباره نام 5 روایت‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین روایت‌ها میگوید این نام به 5 رود بزرگی سرچشمه گرفته از رشته کوههای پامیر و بدخشان اشاره دارد که در نهایت آب‌هایشان به این حوزه می‌پیوندد و این رود پرآب را شکل می‌دهد. اما سفر این آب در اینجا به پایان نمی رسد. رود وخش تاجیکستان پس از پیوستن به دریای 5 در منطقه قلعه زال ولایت قندز نام تازه‌ای می‌گیرد و از آن نقطه به بعد به نام رود آمو یا آمودریا شناخته می شود. رودی که یکی از بزرگترین و تاریخی ترین رودهای آسیای مرکزی است و هزاران سال در شکلگیری تمدن‌های این سرزمین نقش داشته است. امروز ما نیز در امتداد همین رود تاریخی مسیرمان را به سوی خواهان ادامه می‌دهیم.
4 تا نمیشه خوب بجا البته هم بجانه کار دیدم مشته براشون رئیس بعد از رسیدن به خان، دوستانی که از قبل منتظر ما بودند به جمع ما پیوستند. حالا سفر رنگ و بوی دیگری گرفته بود. چند همسفر، یک مقصد و جاده‌ای که هر پیش آن منظره تازه‌ای پیش روی ما می‌گذاشت. از میان کوههای سرسبز و در امتداد رود پنج راهی یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی خواهان شدیم. وقت دار قوار جای موتر میرفتن یک کوه را شدیم تو یه بره اول برسی جو غرا آبشاری سفیداب، آبشاری که صدای خروشانش از دور شنیده می شود و سال هاست در دل این کوهستان جاری است. هرچی جلوتر می رفتیم طبیعت بهترتر می شد و اشتیاق ما برای دیدن این آبشار بیشتر. سفری که قرار بود یکی از زیباترین لحظه های این مستند را رقم بزنه. معمولا روز شنبه اینجا شنبه بازار میشوه که مردم های طرف میآیند و در اونجا بازار میکنن و داد صورت میگیره. ولسوالی خواهان از جمله ولسوالی است که بسیار دشته های فراخ و کلان داره، اما عمده ترین مشکل از این نبود آب است. امیدوار هستم که در این قسمت مسئولین محترم توجه داشته باشند و بیشتری مردم با پیشه از این مردم کشت و زراعت و مالداری است این مردم و در پلوی از این ما
ساحای گردشگری بسیار مقبول و زیبا در اینجا وجود داره که به علت از اینکه سرک خراب است، نبود سرکان خراب هستند و مردم به اینجا رفت آمد کمتر میکنن. این طبیعت بکر و دست نخورده همونطور مانده. جاذبه های مهم گردشگری اینجا شرای ماهیپر میگیم یا آبشار ماهیپر میگیم که از سطح خواهان 2-3 روز اونجا باید پیاده منزل بکنید تا به اونجا برسی که این رقم آبشار در سطح منطقه نیست و نظیر نداره. البته اگر چی نشود گستاخی نشود در سطح منطقه رقمی آبشار نیست. و گزینه دوم آبشار سفیداب است که از جمله آبشارهای خوبی است در سطح منطقه که گردشگران باید بیاین و از اینجا دیدن بکنن. در پلوی از اینجا ما دشتی سبزدشت داریم، دشت ایش داریم که از جمله جاذبه های خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی می باشند. بدخشان سرزمینی است که هر مسیرش داستان تازه‌ای برای گفتن دارد. امروز فصل دیگری از این داستان رو با هم ورق زدیم، اما هنوز راه‌های نرفته و زیبایی‌های ندیده بسیاری در پیش است. در قسمت بعد سفرمون رو به سوی راغستان ادامه خواهیم داد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتون باشد. اگر از این سفر لذت بردید، حمایت شما با لایک، کامنت و اشتراک گذاری بزرگترین انگیزه برای ادامه این مسیر است. اوی باز بالا شهر از دیگه این قریه چیز نامش؟ برشاد خب دیشایی برشاد باز بالا را که خینگون میگن لخمون میگن بعد اکتر دامگون میگن طرفی سبزدشت شما بخیر کجا ما راغستان بخیر شینگان میگن این خوبه همه خودت همه سرک همه خوبش هستنه کاکا خودت کلان سیاهو کاکا او بیشک چند سال هستی کاکا؟ باشه چند سال دیگه سال چند نباشه بیا پیشتر بیا پیشتر شهست خب مستم کاکا تروالا 90 ماشاءالله خب طبخش هم به نظر میرسید نه کاکای ما 90 هست 80 90 شاید باشه کاکا خودت چند رسه؟ اما قدیمیان سال ماخی رفیقای جوانی سن دیگه اینو شاید همه بود کلمتر باشه 66 نه خودت 54 اوه والا بسیار جوان ماندیش فهمیده نمیشه یک 40 معلوم میشه 45 تیه برای خیلی خداحافظ کاکا جان خیر ببینید سلامت باشید خداحافظ برای اهل دین اهل کشور برای مردمی آزاده میبر صبحم حرفی شد
رو به نیازیست درودم شیوهیست نداره آفر ای کشوری من ای سروری من ای دور من دوران من ای بختی بی پایان من ای دور من دوران من ای بختی بی پایان من ای تاجیکی هوشیار و بیدار بیاید شهرتی پیشین با تکرار تو را روحی بزرگ گاند مددگار وطن داره وطن داره وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای دور من دوران من ای بختی بی پایان من ای دور من دوران من ای بختی بی پایان من